گفتم که رفیق کارمند گایی گفتم خب یک تا ساکت بیارم یک ساک جف 15 سومال یکا جف یک ساک بیارم 100 بار گفتم بیا که یک ساک بیارم همین حالا دک برگ گوشه پیشم با میدی تو 6 ساکت دک گریلیگا گذاشت گفت من نفهمیدم 6 تا ساک چی منو داره؟ اگه 6 تا ساک ماشینا مایدا گذاشت برگ گوشه می جا گفت وای دو تا گریلش چی بود؟ دو گریلش اگه او کمازای خیتوی دولانو یکو همون که گریل میگن تا بین خودش هفتهش نکن گوش کن چی نقل کردن؟ یک مردک اعلان نوشته که زنی 50 ساله ما بعد زنی که 25 ساله حلش میکنم اکو همین گجاش جای خنده آور ها گجاش نه معنا دارد نه مضمون دارد نه گجاش با میخندی هم مردک کلان ای با نمیدونید تا گنرال نقل کرد کی نقل کرد؟ گنرال ها چه لطفی زیرا گنرال نقل کردم چه خندن در کار باور که خوی که وظیفه گیری خند جونه جو خند بس من خودم باور که قماب شدگی من راست گفتم دماغم سوخت من گفتم عریضه می نویسم از کار میرم یکی همین 25 سال استاژ کاری دارم دلم همین سوخته اگه 6 ماه دیگه موند راست گفتم بین خودم کاری ملیسا اوقا کاری نیست باور کن گجای میرن در همه میگریزد یا کج نگاه میکنن یکی همین پنسیش بمورم نفقش زیاده کنن آفرین دوران بوده ای همسایه اصلا 36 میگیرد یک ملیسا داریم نفقه خویر 2036 میگیرد انا همین خاطر بکن دیگه نمیدونم ده لیکن اگه وقت شما میگفتن که ما ملیسا زر یکی بالای ما باید زور دیگه پیدا شد سودیا زر سودیا گفتن ما زر بالای وای با پروکراتور زر بودای پروکراتور گفت ما زر و کروپسی زر بودای کروپسی گفت ما زر یکی بالای هر یک تا زر با یک تا زرش بودستی یا زور دیگه پیدا شد دیگه وای نه تقوی میدونه نه چریز میدوند کی بوده است وای؟ وای کی نه وای چی؟ چی بوده است؟ کامیروه دیدیمی؟ وای با برو بیر تو بچه تقامی بچه عمق میوای وای خیلی سومپ و مقلش نمیگیرد بچه دولت وای رنگی منو تو نمیخورد وای با همه مایله بغیر اون که چراها به هست خیابونا با ماندگی اگه گفتم که اینجا میبور عرضه مینویسم ها خیابونا با میگردم گلگشتا با باغا با اونجا با نقص در اومد چی در اومدش نقص نفهمیدم اونجا با تگ هر یک درخت به یک تلالی یک تا مجنون شتگی 10 سومی جریمه گیری اثر تو بگم میده قریب 2000 کار میکنید اونجا یکی با همونجا برده همونجا با هم کامیراهای موندیان من یک تا جیب داشتم کلینت بوده همین تستیز و نروشینی میکرد خطا میکرد من چشمم میپوشیدم و همین 10 سوم 20 سوم کسب لغت میکرد باور کن یک هفته کامیرا موندم همون بیچاره 45 بار صورت گرفته زندگی نیست دیگه تمام کنون مگر این اکل روزی بازار ماشین برده بازار با فروشه تو روزی دوشنبه برده خزینه دولت با پول سپرده کن زندگی نیست تمام کن دیگه پیشنوی هیچ گردی خفاش نداره هم کامیرا یک قدیما دیگه بس کردن نشه الوی پلیون کد سیزاتیه یه خدای یک جا پیدا شد مایلاش شما این مسئله فکر کردن گرید من رمم که کارم یکی با بسیاری ها عملیسا شکایت میکنن برای چی گوش کن همین خودم به طرف گپ زدم من تو ملیسانی ها قطعی زنش جنجال میکنه دویده پیش ملیسانی بیاد درست خشتومنش اخونا سور میکنه پیش ملیسا درست همسایه که جمع میکنن ملیسا آفرین دینا نصف روزی از کار رفته اسم پیش خونه همسایه که زنش کردی ساز کردم معامله شونه خشتومنش کردی معامله ساز کردم پیش خونه کردی میگذره وای همسایه دن نابکار چه زنک منطقه بیار قطع خشتومنم یک تا من تو زنیم گفتای من دیدن اقلا نگفتن که بیا یک تا من تو کدوگی خوره یه سکه آدم شد خیلی مایلش کن مایلش رفیق سردار شما قدی من روم کجا میری سود با کار دارم روی گوش کن هفته آینده تو سود با بودی حاضر تو چی در داری سود با نپرس یک 3 ماه پیش پسرم توی خطا نکردم یک خانه داشتم یک تکه انگارکا آوردم تویده همین یک خانه دا قطعی 3 فرزندم زندگی میکنم همون سنکی ساده هم 10 هفته پیش خنکی سر نکرد همون تکه انگارکا رو آورده روی خانه دا قطعی هم گودکای عجوه خوبیم یه بار گفتم از زنک سوده کرونا که بر برنده بند 2 بار 3 بار نفهمید اخیر سود دادمش
نشید سود میکنی میزنه آخه جدو میشین وقتی خلی زنک نه سه تا فرزند داره یک التماس کو سه فرزند داره خودت سه تا فرزند خاطرش میدید همون زنک باید گپی مرا میگیرد نخو تکره بیاره در خونه خاتیمو خوب کنه ای ترزای خونه کشا هوای تازه میداره تمام یگان مشکلی نداره ترزای کشا رفیق سردار شما عجایب مصلحت میدید ابلاسین اما او ترزا ما کنم دستان چلنو کفتانی ما پارا برا میبخشید وای خونه یا کفتر خونه میای اگه چیزی باشه نباشه خونه ما اونجا استقامت میکنیم زندگی گوش کن باز یک چورابینی مهم روز ملیسا تیاری دیدم در کار فهمیدی انا بعد دید بعد سودیا براو خودمون ها چیکار کنیم من شوبای یکو بر رقص یکا گفتم شوبای دوم بعد سپوردی سرودی یکا با کیم چیو محمد تقلید غلطی من نمیدونم چیکار کنیم اکو رفیق سردار لبای همین شعبه خودمون با یک تا عبدالجبار عظیموف هست بهترین تقلیدکار 100%. وای ملیسا خیلی وای خداش اینستیتوت صنعت تموم کردگی کجایا اینستیتوت صنعت این سال خط کردم ملیسا شدگی می بله منم مجد پروچیم میفهمم من تیا ناز میدونم کدوم شو بشه خوندگی سرایندگی تو باید آشی نهار برفته خدمت کنی قبلست صفی ملیسا بنی نکی زیغ نشو گپ بین خودمون سردارت بلد میستر بود کدگی کلیم بچه که رفیق سردار لبای اجازه دید عرض کنم اجازت رفیق سردار اکای بلبلیان خب گناه دارد گناه را به گردن نمیگیرد نزدی من بیار ما یکان گناه نداریم آقا گناه داره وجدان انسانی یکان گناه ندارم آقا ما چراغه که سرخ گذاشته سرخ نبود وجدان انسانی سرخ نبوده سرخ بود او قصرخی نبود آقا ما سرخ نبود آقا خی چی سرخ نبود او قصرخی سرخ نبود بخدا سوپ سرخ بود نمی کم نمی او قصرخی نبوده قرمزی بود رنگ خیلی بود آخه نمی رنگ نمی خرما واری بود خیلی سرخی پر نبود آقا همی سرخ باشه ما گرنگ ما کمه سرخ خیلی بشه آخر سرخ مثل پامیدار وای سرخ میشه او خیلی سرخ نبود آقا وجدان انسانی گوش کن تو چند بار خطا میکنی هفته گذشته در همون وای گذرگاه 4 قطعی کارمندی وای چی میگم بدیا 15 دقیقه بحث کردی من از روی بحث بیمنی تو به چوره از کار گرفتن تو چی بحث کردی بحث بیمنی نبود آقا چی خاکو برادر بود ما گفتیم که رفیق کارمندی گایی گفتم خب یک تا ساکت بیارو یک ساک جف 15 سومون آقا جف یک ساک بیارم 100 بار گفتم که بیا که یک ساک بیارم همین حالا دک وبر گوشه پیشم با میدید 6 ساکت دک گریلیگا گذاشت گفت من نفهمیدم 6 تا ساک چی منو داره اگه 6 تا ساک ماشینا مایدا که زگو بر گوشه می جا گفت وای دو تا گریلش بود دو گریل شکن او کمازای خیتو دولانو یکو همون را که گریل میگن تا بین خودش هفتهش نکن گوش کن